راستی گفت که من همین در شهر رسیا خیلی برادرایی که همون جای خودم هستن همه داکیومنتاشون رو توری کرده میدادم. لله از برای خدا همین کارو میکردم. نه که برای خودم هیچ سومی نمیگرفتم برادر. حاضر تا جایی که همون سخن شما شنودیم من همین کارو نمیکنم. من وقتی که گفتم برای یک برادر خودم نیکی میکنم از برای الله گفته، وقتی که رحمت خدا دور میشم این کار برای من لازم نیست. حاضر همین 1.5 سال شد گوش کردم شما 1 سال شد تا این جانب یگان برادر یا یگان خواهر کارشون رو اجرا نکردم. میامدم گفتم نه این ممکن نبود است من نمیکنم. لیکن تا همین روزا همون برادر تا حالی هم حجت های خود گرفتگی نیستن، نمیتونن گرفتن. چیکار کنم من به همین کار؟ مقصد وقتی که حجت آنها تغری میکنید پاره میدهید به یگان جا. اكو خیلی طرفای ما به این کار نمیشد. میگم که همین میتید همون پاره که هست میتید همون چیزا بعد کارشون بود میشد. لیکن اگر همین چیز نمیتیان میرم میگم اینش خطا بعد 1 ماه بیا، اینش خطا بعد 1 ماه بیا، خلاص همیشه میشد که 1 سال یا 1.5 سال شد سپردن نمیتونن. چیکار کردن نکر؟ لا حول ولا قوة الا بالله. مقصد کسی پاره اگر سپرد کارش حل میشد، پاره نسپرد یعنی که راهی قانونیش کتی نمیشد کار حل کرده. همین خیل به نهایت قین راه قانونش کدی به نهایت قین میشد برادر عزیز. همین خیلی 1.5 سال شد حالی هم سپردن نمیتونن. همین سخن شما شنیدم 1.5 سال شد یا 1 سال شد حالی هم نمیتونن. همین خیلی مشکلی بسیار دارد. یک آدم نچالنیک نلاگ بود، یعنی سرداری اندازی یک شهر، آدمی دیندار بود. وقتی که وظیفه میگیرد حاجی بود اون وقت، با ریشم داشت. در یکی از شهرهای خودمان تاجیکستان وظیفه رئیس اندازی شهر میگیرد. وقتی که وظیفه رو گرفت قاعده همین بود است که به وزیر نلاگ اول پاره میدهید کلانکک تا اینکه نلاگ شهرتون کمتر کند. نلاگ شهر اگر کم کند اگر به ملال برای کیسه هم جمع کرده میشد، برای وزیر و کبیر و دیگرای هم با جمع کرده میشد. از زندگی خوب میکنید برای خلق هم سبوک میشد. اون وقت همون شهری که راهبر میشد نلاگش 4 میلیون سوم بودگی. این آدم میرد و پاره دادن حرام افته، پاره نمیتید به وزیر. پاره که نمیتید 5 میلیون کرده میتید. یعنی که نلاگ شهر ماهانش 5 میلیون، 1 میلیون بلند میکند. اکنون اومده همون 1 میلیون از خلق میچینده. ظلم به بالای کی فرامد؟ به بالای خلق. یعنی که مجبور همین 5 میلیون جمع میکرد، چون که نلاگ شهر بود. جمع میکرد برده میداد، خلق با ظلم میکرد. روزی سال نو پروکرور تبریک نکرده است، تبریک کردن حرام افته. پگاهی سحر قطی دیل آغاز کردین من تبریک نکرد بود. نچانک KGB تبریک نکرد از روزی تولدش، سحر قطی نماینده های فرستاندین که در مسجد ها بیانات جمع کرده گشته است که در مسجد شما اومده نماز میخواند، ها نماز میخواند در صفی چندم، در صفی فلان. دیل آغاز کردیم براش. برای چی؟ برای آنکه دیرجینش به تبریک نکرده است. یعنی که دیگه زمانه شده است که طبق شریعت عمل کردن بی نهایت مشکل. پاره ندادگیش امیامش پاره هست، پاره ندادنش خیلی سبب مشکل ها با بالای خلق شده است. سبحان الله. بنابراین بعضی علما در تعریف پاره رشوه گفتن که پاره چیزی هست که برای ابطال حق و احقاق باطل داده میشد. ابطال حق همین که یک آدم حج رهکی است، سزاوار است، او از شما پیشتر حجتاش سپارید است. مثلا شما میرید و ناحق شما دیر آمدید و آدم 5 سال پیش شاید حجت سپردگی است، او سزاوار است که رود. شما دیر آمدید برای ابطال حق برای باطل کردن و باطل را برای حق کردن پول میدهید و میافتونید، بیچاره خودتون میمونید بجاش. اینه میگن رشوه هست. و اگر رفتو برای احقاق حق و ابطال باطل دهد این رشوه نیست میگن. یعنی اینجا علاقه فتوا هست، اینجا علاقه اجتهاد است. یعنی چه خیل یک آدمی مثلا همین آدم باید حجت گیرد، تمام شرط ها در این آدم یافت میشد. همین کاغذایی که جمع کرده است آورده است سپارد، همه شرط ها هست، باید کاغذ تیاد حجت دهد. لیکن پاره کی نیست نمیدهد. 1 سال 2 سال پیش میماند و در این مدت که غیر قانونی گشتی گفته اینو میگیرن دپورت میکنن
و الا همه چیهاش هست. یعنی برای حق را حق کردن یا برای باطل کردن، یعنی چیزی ناحق برای ناحق بودگیش برای اثبات کردن، اگر پاره دیهی گناهگار نمیشه، گرفتگی آدم گناهکار میشد. گفتگی فتوای علما هست. همین فتواها بود که ما حاضر به همین درجه رسیدیم که به رشوه غرق زدیم. یگان کار به رشوه نمیشد. از رادام تولدخانه تا گورکن در قبرستان پاره میدهید، بعد مردتون بر وقتتر گور میکنند. نباشد پگاه بمیماند یا رو ساعت 2 عبید بمیماند، بعد پیشین یا 5 بیگاهی میماند، حالا که آدم دین گذشتگی است. مثلا پاره وعده میکنید که بر وقتتر رو میگیرد. الله المستعان. بر هر حال همین خیلی گپ. اگر خواهید که صحت سلامت زندگی کنید، پاره هم نمیگیرید، پاره هم نمیدید. لیکن اگر این فتواها عمل میکنم برای این برادرای یاردم میشد گویید، میدهید، یعنی به فتوای سبک گیرنده ها عمل میکنید. همین خیلی برادر.